و به امتان من برکت داده شده است در سحرخیزی و در بر وقت بیدار شوی آنها. عموما بعد از بامداد خواب نکردن برکت است. حتی آثار عبدالله ابن عباس است که به فرزندشان میگویند تو چگونه خواب میکنی بعد از بامداد، در حالی که وقت تقسیمات رزق است. وقت تقسیمات رزق است و نباید در این وقت خواب کنی. که ابن حجر هم در کتابشان این را آوردگی هستند که پس از بامداد خواب کردن مانع رزق می شود، یعنی سبب کمشوی رزق می شود. و بعد از بامداد خواب نکردن هم برکت دارد، هم به سلامتی فایده دارد و خیلی زیاد بیماری هایی هست که آفتابی سحری به آن شفا هست، علل خصوص کشورهایی که آفتابی هستند مثلا. و عموما هر کسی که بعد از بامداد خواب نمی کند و کارش با برکت می شود، به زندگیش دستش می رسد، خوب است. و پیامبر هم بعد از بامداد خواب نکرده بودند.